توی امروز اومدیم یه ویدیوی خیلی آموزنده و خوب. بچه‌ها یادتونه توی پارتای قبل یه خونه درختی درست کرده بودیم که مثلث شکل بود. امروز اومدیم با یه نسخه دیگه این که من از حالا یوتیوب خارجی براتون پیدا کردم که خیلی بچه‌ها این از اون بهتر بود. اینجاش خیلی خوب بود. بعد مثلا اونجا میگن فلان کار کنی، اینجا میگن فلان کار کنی. آره دیگه بچه‌ها، دیگه مطلبتون نمیزنم، بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. بچه‌ها اول از همه یه جای صاف برای این چیز نیاز دارید که منم پیدا کردم آماده کردم. و شما البته من کنار ویلیج و اینا درست کردم، شما میتونید حتی تو فلت بورد یا هر جای دیگه هر جایی که خواستین درست کنید. فقط باید دقت کنید که بلاکای دوربر مثل اینا نچسبه به خونتون، که اون باید دوربر خونه رو حالا یه کارایی میکنیم که آره دیگه نباید اون چیز مزاحممون بشه. من این درخت رو چیز کنم، بعد آموزش خونه رو بهتون بگم. آخری خب بریم که خونه رو بگم براتون چیکار باید کنید. اول از همه یه دونه اوکلاک برمیدارید و از اینجا یه دونه صاف میذارید و 9 تا میاین جلو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا رو که اومدید جلو، یه دونه اینجا برعکسش رو میذارید، میشه 11 تا کل میشه 11 تا کل خونه. طولش و عرضش 10 باید باشه، یعنی 5 تا میری بالا، بعد یه دونه بلاک رو از وسط بکنی، از اون ورم 5 تا میری بالا و بچه ها من سرما خوردم بدجوری نمیدونم حرف بزنم. آره وسط رو چمن میذاریم و تموم میشه. مثلث اصلی کار تمام میشه. همه جا رو کردم. خب من اینا رو تندون همینجوری به ردیف میریم بالا تا 5 تا بچه. الان 1 2 3 من یه دونه هم دیگه خاک بذارم و یه دونه هم اوکلاک. بچه وقتی که این کار رو کردین از میان و میستید اینجا، بچه میرید پایین، این بلاک رو میکنید، بعد از اینجا 5 تا میشورید. 1 2 3 4 5. اینجا یه چوب بیذارید بازم و یعنی 10 تا ادامه میدید. 1 2 3 4 5 6 7 9 واسی بچه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و یه دونه این. بعد مثل همون روند اونجوری میکنید و بعدش بگم. بچه‌ها این روند رو تو 2 طرف تکرار کردیم و اون یه دونه بلاکی که این وسط کندیم برای فاصله این دوتا بود که وسطشون هم بازم گل بذاریم که یه ذره چی میگن انگار این 6 میشه این 5 میشه، یه جور اونجور چیزیه. ولی شما مثل همین روندی که من انجام دادم انجام بدین، خیلی راحت تر و زودتر میتونید درست کنید. بعد بچه طول و عرضشون هم دست شماست. مثلا میتونید اینو مثلا 10 تا بذارید یه دفعه، مثلا طول و مثلا یه دفعه بری یه دنیا اونورتر، دست خودتونه همش. بعد از اینکه اینو ساختیم، بعد اسپروس تراکتور برمیداریم و بعدش دونه دونه طرف این خاکا رو میذاری. فقط خاکا بچه دقت کنید، فقط طرف خاکا رو میذارید،
چوبا رو نمیذارید، فقط خاک. یعنی اینجوری میشه که هستید شما روی درخت یه دونه کلیک میکنید و بازم میزنید که تراکتور بسته بشه. هم به همین راحتی و همه یه چیزا رو خاکا رو اونجوری میکنید. حالا من یه طرفش رو جلوی شما میکنم، بعدش رو اسکیپ میزنم که خودتون حقیقش رو درست کنید. بعد از اینکه البته واسه اینم بگم بعد بگیم کلش رو بسازیم. بعد از اینکه این خاکا رو چیز کردین، فرقی نداره چوب یا خاک، اینجاهاشون هم میپوشونیم، این کناراشون رو. و مثل همون ویدیوهای قبل که گفتم به زودی کیفیت ویدیومون خیلی میشه، خیلی خوب میشه. برای موز و حالا کیبوردی که ندارم، من با چیزای کم دارم بازی میکنم، با چی میگن گوشی دارم بازی میکنم، برای اون نمیتونم چیزی کنم. برای دیگه همینو این کاری که کردم و هم به اون ور و این کاری که کردم و به پشتم میکنید. بعدش بگم براتون دیگه بچه. خب بچه من کلشو ساختم. اینجا رو تراکتور زدم و آره دیگه بچه. بعد میاین برو بیرون بچه، برو بیرون. از یه بلاک فاصله از تو، خب بچه از اینجا شیشه میذارید. حالا لایه پشت باشه لایه جلو باشه فرق نداره. بچه تازه یه یوتیوب کامنت های کامنت های ایرانی ها رو باد فرض میکنه و بند میکنه. برای اون کنار کامنت فارسی که میذارید یه کامنت انگلیسی اگه بلد نیستید، مثلا یه هلو، مثلا یه چیزی کنارش بنویسید که یوتیوب شما رو بند نکنه چیزتونو، کامنتتونو، که منم ویوم بره بالا، که منم حمایتم کنید دیگه، که منم حمایت کنید. خب بچه 3 تا که اینور گذاشتید 2 تا اینور میذارید و یه دونه اینجا. بعد همینم اینور تکرار میکنید. بعد بالاشم میپوشونید اینجا رو میتونید کلیپری هم کنید، که من کلیپری فعلا نمی کنم چون که چیزای چی میگن شیشه ای نداریم، مثلا اونا رو نداریم شیشه ای رو، برام نمیدونم کلیپری کنم. یه در میتونیم بذاریم مثل همون جوری اینجوری، و میتونید در معمولی هم بذارید، دست شما جوری بذارید. البته اگه اینو بخواید بذارید یه لایه هم جلوش بذارید که مثلا اینجوری برید و بیاید. خب بعد از این آره کل کف میکنیم و چوب بیذاریم تا بریم حیات رو درست کنیم. بعد بچه یه چیزی که هست مثل نسخه قبلی همین خونه، میتونید براش کنار خونه چیز بذارید، میتونید براش کنار خونه چی میگن مثلا منم مثلا اسب و گوسفند و اینا بذارید، مثل اون مثلا چیزه چی میگن اسمش یادم رفته، یه جور حیات بود توش گوسفند و اینا میتونید بذارید، هم میتونید نذارید. ولی من تو نسخه اصلی که دیدم نمیذاشتم من
انگار نذاشتم دیگه، اون وقت خوشگل‌تر میشد خونه، چون که یه حیاط همین جلو داره، برای اون چیزو زشت میکرد. اینو بکن. این. خب بعد از اینکه کل اینجا رو گذاشتید میریم بیرون. البته نه، اینو باید بکنیم. اینا رو میکنیم. بچه ها از اینجا و تو یعنی اینجا. خب ولی شما از اینجا بشمارید، از اینجا مثلا فرض کنید اینجا هست 1 2 3 4 5 5. آها یعنی 7 تا میذارید اینجا، 6 7 بره. بعد اینو بازم آها یعنی اینو بعد همین مثل خونه یه در بیارید دیگه، با خونه در بیارید همینجوری. این عرضو بکنید، این عرضتون رو میکنید و تمام. حیاتم درست بشه و دیزاین داخلی هم براتون تو ویدیو بعدی میاد. پارت 2 بچه، پارت 2 همین یعنی پارت 3 همین ویدیو براتون چیز میذارم، براتون دیزاین داخلی میذارم که دیزاین داخلی هم خیلی مهمه تو این چیز. دیزاین داخلیه چون که دیزاین داخلی همین هم چیزه، همین مهمه. ولی میتونید خودتون هم دیزاین داخلیشو بکنید، اصلا واجب نیست که منتظر پارت 2 بشید. ولی واجب نیست، میتونید خودتون راحت درست کنید و آره دیگه. من اینجاشو اسکیپ میکنم تا حوصلتون سر نره. خب بچه من اینجا رو کامل کردم. بعد اینجا رو دقت کنید بچه ها، اینجا رو یه دونه اوک فنس برمیدارید، 1 2 3 تا میرید بالا و این طرف هم همون جوری 3 تا میرید بالا و اینجا لایه به لایه. الان اینجا رو که گذاشتین میشینید و آره اینجوری چیز میکنید. ادامه میدید. بچه بعد بچه یه چیزی هم هست، میتونید به جای اینکه حیات و سقفشو با فنس با تراکتور بزنید، میتونید با چیزم با اینم بزنید. چی میگن؟ با این آتیش هم بزنید. کمپفر آره کمپفایر. میتونید کمپفایر هم بزنید و خاموش کنید با بیل میتونید خاموش کنید و اونم یه سقف خوبه. ولی اون بهتره اگه بخواین چیز کنید، چون که این خیلی طول میکشه. و مثلا پارت بعدی میتونیم تو نسخه بعدی همین میتونیم اون کارم بکنیم. بعد مثلا تو پارت 2 که میخوایم چیز کنیم، پارت 2 که میخوایم دیزاین داخلی بذاریم، میتونیم براتون هم سقفش عوض کنیم، همین کنارش رو که میگفتم یه حیات قاب و گوسفندی میندازیم توشون هم میتونیم چیز کنیم، براتون آموزش بدم. آره دیگه بچه من معطلتون نمی کنم، بریم من اینجا رو کامل کنم. بعد آره دیگه تمام، ویدیو تمام میشه. بچه من اینا رو درست کردم و واقعا بچه خیلی خسته کننده بود ساخته این ویدیو. تو رو خدا بچه ساب لایک
کنید سابامون رو به 50 کا برسون، یعنی 50 تا برسونید تا فیس ریویل و لایو استریم ها رو شروع کنیم که پیش به سوی فراتر از آن دیگه. آره بچه بعد اینم آخریشه دیگه. بچه واقعا این ویدیو رو من مردم، واقعا مردم. بعد بچه اگه آپارات دارین، آپارات هم دارین، میتونید برید آپارات یا آره دیگه آپارات، نه ببخشید آپارات نه، اگه روبیکا دارید میتونید برید روبیکا و کانال دوچرخه ما رو فالو کنید که اونم البته به زودی میگم براتون اسمشو. البته نه دیگه اون لازمی نداره، هر کی میره بره فالو کنه پیدا کنه. دیگه به فیس ریویل نه اون نگاه من اونجا یه دوچرخه است دیگه نشون دادم برون، اشتباه کردم مثلا اینو حرفو گفتم. واقعا ترکتور رو نکندم، دارم چیز میذارم. اوف بچه تمام شد. اینم از خونه ما. و چراغم تو همون ویدیو دیزاین داخلیه میذاریم و آره دیگه. بچه لایک های این ویدیو اگه بالای 10 تا باشه، 2 تا من خونه خفن آماده کردم بچه ها و بعد اونا رو به همه‌شو بهتون نشون میدم و آره دیگه اونا رو همه‌شو بهتون نشون میدم. و اگه اونا رو مثلا لایک های حمایت های بیشتری زیادتری بگیره، اونا رو آموزشاشو میذارم براتون حتما. اگه لایک های اونم حمایت کنید، مثلا تو اون ویدیو هم زیاد مثلا حمایت کنید و توی این ویدیو که آره دیگه این پارت 3 شو که حتما میذارم، ولی دیگه این ویدیو اگه بالای 10 تا لایک بخوره من حتما میرم اون 2 تا خونه خفنی که با دوستم ساختیم و نشون میدیم با هم. آره دیگه اگه اونا هم حمایتشون بالا بود حتما براتون آموزشاتشون میذاریم. تا ویدیوهای بعد خداحافظ.